آقا ارادت یه نکته خیلی مهم در مورد گیربکس اتوماتیک 4 سرعته چانگان CS35. این گیربکس تا 80 تا 90 تاش مشکلی به ایجاد نمیکنه. کارتلش از این پایین باز میشه، صافیش قابل تعویض. 7 لیتر هم روغن از لحاظ دستی تعویض میکنیم تمومش میره. 80 تا به بالا احتمال داره مثل صدای زوزه بولبرین، صدای بولبرین بشنوید، صدای خرابی بولبرین چرخ. اگه چرخ‌ها رو تست کردین و نبود بهش اهمیت بدین که گیربکسه. مثل این ماشین نذارین بمونه تا دقیقه 90. این لقیه رو میبینین؟ این باعث میشه که اینو به این روز میندازه، کاملا دنده ها رو حتی شکونده. و اگه واسه تعویض روغن هم داری میری میبینین گیربکس براده داره تا این حد یا خیلی کمتر از این، خیلی کمتر از این. کارتل وام کنین، صافی عوض کنین، روغن عوض کنین. دیم روغن عوض نکنین، هزینه الکی نکنین. گیربکس باید باز بشه، اولین فرصت باید گیربکس باز بشه. این براده کم نیست به این حجم. این باعث شده که اونو خراب کرده و این دنده وسط اگه ببینین اینجا کاملا منهدم کرده، اب این برده. این دیگه قابل تعمیر نیست، باید تعویض بشه چون پوسته میفته تو زوزه. تعمیرم بشه زوزه میکشه. سر اینکه گیربکس ما کمترین هزینه سرویس شه، تعمیر شه، حتما به این نکته که دارم میگم توجه کنید. ایراد اصلی این ماشین اینه.